کتابی هست خیلی جالبه، اسمش اینه چرا گورخرا زخم معده نمیگیرن. بعد توی این کتابه داره راجع به نشخوار فکری و اضطراب حرف میزنه و میگه که خب چی میشه که گورخره زخم معده نمیگیره. به خاطر اینکه حیوونا از اون حواس پنجگانه‌شون، یعنی من فکر نمی‌کنم که فقط گورخر اینطوری باشه، احتمالاً همه حیوونا همینه، میاد برای اینکه شکار نشه استفاده میکنه. یعنی اگه یه پلنگی رو ببینه فرار میکنه. بعد اون لحظه که پلنگر نمیبینه خب داره غذاشو میخوره و راحته. آره، یعنی مثلا مثل ما انسانا نمیاد شبا کابوس پلنگ ببینه، نه، وقتی زیر درخت لش کرده دیگه همجور لشش کرده، تصور نمیکنه که اگه الان صدا ببر از اینجا رد شه، شیر بیاد، چه اتفاق ترسناکی میفته. بعد برای همینم اون افکارش بهش استرس نمیدن که بخواد بابتش بیماری بگیره دیگه. ولی ما آدما مغزمون اینجوری نیست، چون مغز ما اعتماد به حواس پنجگانمون نداره. میاد چیکار میکنه؟ میاد به بدترین شکل ممکن اتفاقات رو، یعنی مثلا تصور میکنه که اگه الان یه پلنگ بیاد نعره وحشتناک بکشه و منو گاز بزنه، همه اینا رو تصویر سازی میکنه و همین باعث میشه که مثلا به ما استرس وارد شه و ما بیماری بگیریم. و این حالا تو فکر کن ما در طول روز چه فکرایی که نمی‌کنیم. آره، بعد تازه مغز آدم، یعنی ذهن آدم شوخی رو که نمیفهمه. وقتی تو به اینا فکر میکنی اون فرق بین واقعیت و واقعی نبودن اونو تشخیص نمیده. در واقع تو انگار اون حس رو تجربه کردی، همونقدر استرس و آره بابا. آره اصلا این نشخوار فکری خیلی چیز بدیه. خیلی. من خودم چون مثلا یه مدت طولانی درگیرش بودم، خیلی واقعا میدونم که خیلی تحملش سخته. از درون نابودت میکنه. مثلا تو فکر کن تو یه مهمونی نشستی، خب جسمت اونجاست ولی از لحاظ ذهنی اونجا نیست. یعنی کلی افکار میاد سراغت که واقعا اذیت کننده است. آره. مثلا فکر کن مهمونی برگشتی اینطوری میکنه، چرا اینطوری راه رفتی؟ چرا اینطوری نشستی؟ چرا اونطوری پلک زدی؟ چرا با این لحن حرف زدی؟ زشت نباشه تو این کار کردی؟ یعنی هی میگه آره. یعنی بله میکنه. آره، بعد مثلا من خودم چون که میگم درگیر این مسئله بودم، بعد واقعا یه جاهایی خیلی دیگه اعصابم خورد میشه از دست خودم که خب آدم از دست خودش که نمیتونه فرار کنه و بس دیگه ساکت شد دیگه. چند بار یه موضوع هی میگی، هر چی بهش میگی ساکت شد. و اصلا واسم تحملش خیلی سخت بود. و اومدم به خودم گفتم که بیا چاره‌ای بیاندیش. بیاندیش. آره. ببین تو فکر کن مثلا ساعتا میشینی یه خیانت رو تصور میکنی، یا نمیدونم مثلا یه عزیزترین کست مرده، بهت به بدترین شکلی ممکن تجاوز شده. اگه الان فردا که دارم میرم پاساژ، از پاساژ اومدم بیرون، ماشینمو جرثقیل برده باشه یا دزد زده باشه، چی؟ هی فکر میکنی، یعنی اونا رو میای تصویر سازی میکنی. بعد خب ما فکر میکنیم که خب باشه بهش فکر کردم، ولی مغز ما به نظرم اینطوریه که مغز ما چیه؟ قلب ما اشتباه گفتم. قلب ما اینطوریه خب که چیزی که ذهنمون داره میگه رو فکر میکنه که واقعیه. یعنی اصلا اون متوجه نمیشه احساسات ما که ما داریم فکر میکنیم، فکر میکنه اتفاق افتاده. واسه همون قدری که اگه بهت اون شکلی خیانت شده باشه زجر میکشی، درد میکشی، یا چه میدونم هر اتفاقی افتاده تو تراما میبینی، اون واقعا میبینی، وقتی فکر میکنی هم میبینی، همونقدر عذاب میکشی، چون قلبت فکر نمیکنه که این یه فکره که استرس رو میگیره. اگه خودتون یکم دقت کنید به فکراتون میبینید که چقدر بعدش حالتون بد میشه. دقیقاً. بعد میدونی اینطوریه که اگر تو نتونی کنترل ذهنتو دستت بگیری، ذهنت میاد کنترل دستش میگیره. یعنی عین اینکه تو مثلا فرض کن سوار یه ماشینی شدی، راننده رو نمیشناسی، مقصدم نمیدونی و هر جایی که راننده ببرت تو همونجا میری. دقیقاً ذهنت همین کار رو باهات میکنه. یعنی اگر تو نتونی کنترلش کنی، رابطه بین ما و ذهنمون هم همین شکلیه. اون کنترل رو میگیره دستش، بعد خیلی هم خوب بلده که یه چیزی رو پیچ و تابش بده، گندش کنه، هی تکرارش کنه. چون مغز کارش اینه، عین یه ماشین لغت ساز میمونه دیگه، هی کلمه میسازه. کارش تحلیل کردنه. وقتی تو کلمه رو میدی دستش، کنترل رو میدی دستش، این همین جوری داره میسازه برای خودش و تو نمیتونی دیگه کاری کنی دیگه. نه دیگه. ببین ما خب مغزمون نیستیم که اگه ما خودمون بگیم خب مغز فلان استفاده رو میتونم کنم، یه جاهایی واقعا فکرایی که میکنیم کمکمون میکنه.
خب اون کمکه رو برمیدارم. نه وقتی کلا میدی دست اون دیگه دیوونت میکنه، چون دادی دست اون فقط داره فکر میکنه دیگه. آره. یعنی تو نمیتونی تصمیم بگی، تصمیمم دست اون میشه. بعد وقتی مثلا میشینی انقدر به یه چیزی بیش از حد فکر میکنی که خب میخوای مشکلایی رو حل کنی که اصلا وجود ندارن. آره. بعد میدونی چیه، مثلا وقتی میاد یه چیزی رو هی تکرار میکنه، تو دیگه قدرت تصمیم گیریت میاد پایین. یعنی فرق بین یه فکر خوب و با یه فکر بد نمیتونی تشخیص بدی. اینطوری میشه که تو در طول روز هر کاری که مغزت میکنه بهش بها میدی، بهش فکر میکنی و نمیتونی اون وسط اگه یه ایده خوب، یه حرکت خوبی هم بزنه، تو نمیتونی تشخیص بدی، چون همش داره حرف میزنه. آره تو دیگه. همش داری یعنی گوش خودش حرفای میدی. خودشون بعدش نقض میکنه حتی. آره. یعنی برای اون فکتی که آورده دلیلم میاره که اگه اینطوری نشه چی، اگه اونطوری شه. یا ببین، یه هر تصمیم میخوای بگیری با شک و تردید میگیری، یعنی آخرش هم فکر کنم اون کارو انجام نمیدی، انقدر که میترسی که خب این کارو کنم اونطوری شه و برم مثلا میخوای چه میدونم چشمتو عمل کنی، اگه برم شه این دکتر اونجوری شه، این دکتر اینش خوبه، اگه برم اون یکی اونطوری بشه، انقدر فکر می‌کنی آخر کنسل می‌کنی، نمیتونی تصمیم بگیری. بعد یه چیزی که هست، حالا مثلا وقتی به گذشته فکر میکنه، یه اتفاقاتی افتاده تو گذشته، این داره اون خاطره رو مرور میکنه، هی کنکاش میکنه، ولی بعضی وقتا درگیر آینده میشه و این همین حرفیه که تو میزنی. یعنی نمیتونی تو درست تصمیم بگیری. مثلا میخوای بری سفر، هنوز نرفته، اگه هواپیما سقوط کنه چی؟ اگه خراب باشه هواپیما، اگه قطار اینطوری بشه تأخیر داشته باشه، اگه تو راه تصادف پیاده کنم، شدم از فرودگاه کیف پولمو زدن چی؟ اگه جا موندم، اگه اینجوری چی؟ شد. بعد هنوز نرفته، داره زهر مارت میشه اون سفره و لحظه‌ای هم که سوار مثلا هواپیما میشی، چون فکر سقوط داشتی، تا لحظه‌ای که برسی به مقصد تو اصلا مسیر لذت نمیبری، همش داری استرس میکشی. آره، هر جا که هستی اصلا نمیتونی تو همون لحظه باشه. یعنی شاید ماها منتظر بودیم اون سفره رو بری، ولی انقدر فکرات میاد که اون سفره واقعا خوش نمیگذره. آره. درگیری. بعد این فکر کردن زیاد انرژی از آدم میگیره دیگه، خسته میشی. یعنی ممکنه روز اول سفر اصلا حوصله نداری دیگه بری تفریح کنی. من خودم بعضی وقتا انقدر فکر میکنم واقعا سردرد میگیرم. یعنی طوریام که یه ذره بخوام، یه ذره ساکت شه، من فقط استراحت کنم باشه، بعدش دوباره حرف بزنم، ولی اصلا نمیشه ساکتش کرد. یعنی راه حلای دیگه رو باید. آره، بهترین کار اینه که بی توجه باشی بهش. یعنی خیلی اون حرف بزنه و تو خیلی بهش توجه نکنی. و میدونی من فکر میکنم که یکی از دلایلی که ما انقدر مثلا نشخوار فکری میکنیم اینه که به خودمون اعتماد نداریم. یعنی مغز ما به ما اعتماد نداره که اگه یه اتفاقی هم پیش بیاد، یه مسئله بشه، باشه من پسش برم، یه همون لحظه فکر میکنم یه راه حلی و مثلا در میارم، راه حلو پیدا میکنی. یه راه حل پیدا میکنی. واسه همین میشینه یه سناریوهای دارکی میچینه تو، مثلا یه مدلش هم نمیچینه، 100 تا مدل واسه از هر چیزی میچینه. آره. اینجوریه که خب تو برای هر کدوم براش میشی راه حلم فکر میکنی، در حالی که اون اصلا نه اتفاق افتاده و حتی گاهن یه چیزایی فکر میکنه که ممکنم نیست اتفاق بیفته، فقط الکی داره اذیتمون میکنه. آره. ولی خب من خودم فکر میکنم که دلیل نشخوار فکری، یکی از دلیلاش میتونه این باشه که ببین مغز کارش اینه که واسه بقای ما داره تلاش میکنه. وقتی که تو استرس میگیری، این به ظاهر میاد یه کاری میکنه که تو رو دور از اضطراب نگه داره، ولی این کارش همش ظاهره، چون همون فکر کردنه، دائم فکر کردنه خودش حال آدمو بد میکنه. ولی خب مغز اون چیزی که خودش فکر میکنه درسته رو انجام میده دیگه. بعد این باعث میشه که مثلا من خودم، خب اون دورانی که خیلی درگیر این بودم، دورانی بودش که خیلی استرس داشتم تو زندگیم و این نشخوار فکریه از اونجا خیلی بیشتر توی مغز من بولد شد که هی فکر میکردم به همه چی و به خاطر همین میگم یه دلیلش به نظر من اینه که وقتی ما استرس میگیریم، این میاد مثلا احساس خطر میکنه، میخواد تو رو خیالت رو راحت کنه، میاد فکر میکنه، هی فکر میکنه، هی حرف میزنه. آره، اصلا ساکت نمیشه که. آره.